یکی از سرگرمی‌های کدخدا آقا این بودندی که هر یه مدت یه بار یه چیزی رو یا یه کسی رو ممنوع کردندی. مثلا یه روز عشقش میکشیدندی، یه نفر رو ممنوع تصویر میکرد، یه روز ممنوع الخروج میکردندی. خلاصه بابای اهالی فینیتو رو در آورده بود. به به، چه طبیعت زیبایی میباشندی. یاد قدیما بخیر. قلی جان، یه دونه از اون ترانه قشنگا رو همی بخوان تا با هم همی کیف بکنندیم. آری یادش بخیر باد، ولی شرمنده من نمیتوانم بخوانمی. یه چند سالی هست که کدخدا آقا سر یک قضیه‌ای من را ممنوع الآواز کردندی. آخ آخ، چقدر بد. عیبی ندارد. پس من آواز میخوانم، تو دست بزنندی. والا چطوری بگویم، من 1-2 سال از سر یک موضوعی ممنوع دست هم هستمی. ببخشیدندی. آخه چه بد. ایرادی ندارد. من هم خودم میخوانم هم دست میزنم. تو پاشو و کمی قرش بدهندی. شرمنده ام رفیق، از 6 ماه پیش سر قضیه‌ای ممنوع القر هم شدم. برو بابا، شوخی میکنندی یا جدی میگویندی؟ هم ولایتی شوخی چیست؟ من سر یه قضیه‌ای ممنوع الشوخی هم هستمی. اصلا نمیتوانم شوخی کنم. برو آمو، برو خودتو فیلم کن. من رفتم، خداحافظ. واقعا شرمنده ام، سر یه قضیه‌ای بنده ممنوع الخداحافظ هم هستمی، وگرنه باهات خداحافظی میکردمی. حالا کجا میروی؟ صبر کن یاد ایام قدیم کنیم. وایستا. ای امان ای امان. خب یه دفعه همه رو ممنوع زندگی کن، خلاص دیگه.